همگی، خوش اومدین به ویدیو جدید من. امروز اومدم بهتون 2 تا محصول موی فر معرفی کنم. یه قسمت از موهامو میخوام محصول رو بزنم، یه قسمت رو میخوام محصول رو استفاده نکنم. بعد آخر ویدیو بهتون نشون میدم اون قسمتی که محصول رو استفاده میکنیم چه اتفاقی واسش میفته، اون قسمتی که محصول استفاده نمیکنیم چه اتفاقی واسش میفته. اول موهامو از وسط فرق باز میکنم. فقط محصول رو باید زمانی استفاده کنید موهاتون نمدار باشه. اگه یه مقداری هم آب ازش بچکید که خیلی خوبه. بلافاصله بعد از همون باشه. خب اول باید این کرم استایل مو رو بزنیم. قشنگ کامل به دستات میمالی. بعد کل این سمت موهامو، سمت راستمو کامل کرم میمالم. بچه‌ها یکی از خوبی هایی که این کرم داره و من واقعا باهاش خیلی کیف میکنم اینه که وقتی موهاتون خشک میشه حالت خیسی نمیگیره. یعنی دیدین وقتی که ژل میزنین حالت این که موهاتون سفت میشه واسه چوب، خب این اون حالتو به موهاتون اصلا نمیده. خیلی خوبه. ولی موهامو که این کرمو زدم، فقط اونایی که موهای پرپشتری دارن یا موهای بلندتری دارن اگه میخوان کل موهاشون به این کرم آغشته بشه حتما 2 قسمتش کنن. یه قسمتش رو به کلیپس ببندن، قسمت زیری رو بزنن، بعدم قسمت رویی رو بزنن. خب الان این قسمت هم زدم. خب حالا میخوام این ژل که حالت آبرسانه رو بزنم. فقط دستم دیگه نمیتونه بازش. این حالت وزی رو میگیره. ببینید توی دستامو میمالیم و شروع میکنیم به موهامون ماساژ میدیم و حالت ببینید چه صدایی گرفت. حالا من برای استایل کردن موهام این کار رو مثلا وقتایی که تایم ندارم انجام میدم. در واقع اگه تایم داشته باشم اینجوری موها رو دور انگشتم میپیچم اگه خوب دیده بشه و بعد به این سمت باز میکنم. خب الان حدود نیم ساعت گذشته. این سمت موهای من واقعا خودتون ببینید چه حالتی در اومده و این سمت اصلا وز نداره. من موقعی که اومده بودم خیلی زیر رو کردم یوتیوب و اصلا متوجه نمی شدم که دارن چی میگن و اینا. خیلی هم دوست داشتم یه محصول برای موهای فر استفاده بکنم. این محصول شامپو هم داره که بدون سولفاته و برای موی فر خیلی خوبه. واو! Oh my god! همیشه بدرخشید. ماچ بهتون تا بلاگ بعدی. بای بای.